یک گروه از صاحبکاران ولایت سوخت میگویند نرخ نوی بارکشانی که اداره راه آهن تاجیکستان معین نموده است کارخانه ها را مفلس کرده باعث بیکار ماندن هزاران کارگر خواهد شد. اعضای گروه انجمن آسیابانان تاجیکستان که مالکان کارخانه های تولید آرد هستند با نوشتن یک نامه به عنوان نخست وزیر، وزارت رشد اقتصاد و سودا و وزارت نقلیات خواستند اداره راه آهن نرخ های نوی بارکشانی را بیکار کند. کامل میرزاعلی رئیس اداره راه آهن تاجیکستان روز 14 مارس امسال با امضای یک فرمان نرخ بارکشانی را در منطقه سوخت به یک بارگی به بیش از 200% بالا برد. در این فرمان که درباره کوئفیسینت های بلند کننده در منطقه سوخت عنوان دارد گفته می شود که این کوئفیسینت ها به بارهای جمهوری ازبکستان دخل ندارند. ولایت سوخت بنابر موقع جغرافیاش نزدیکترین نقطه تاجیکستان برای وارد کردن سوزشواری آرد و گندم و دیگر انواع غذاهاست که عمدتاً از روسیه و قزاقستان وارد می شوند. در یک سال از گذرگاه بیکابات طریق راه آهن به ولایت سوخت تا 3 میلیون تن بار وارد می شد. در ادامه صاحبکاران گفتند که با بالا رفتن نرخ واردات محصولات به ولایت کاهش یافته تقریبا 16,000 راننده ماشین های بارکشان که محصولات را از سوخت به دیگر مناطق کشور میکشانند بیکار میمانند. بر علاوه صاحبکاران هشدار دادند که کم گشتن واردات بار به ولایت باعث کم شدن بارکشانی و کساد گشتن درآمدی شرکتی ایرس می شود. اما مهمترین نکته اعتراض صاحبکاران که طریق انجمن آسیابانها بیان شده است این است که چرا نرخ بارکشانی تنها در منطقه سوخت بالا برده شده برای منطقه های دیگر از جمله دوشنبه بی تغییر مانده است. برای مقایسه نرخ کشانیدن یک تن سوزشواری از بیکابات تا نزدیکترین ایستگاه در ولایت سوخت از $11 کنونی تا به $28 بالا خواهد رفت، در حالی که نرخ راه آهن برای کشانیدن همین مقدار بار از قدوقلی تا به ایستگاه دوشنبه 2 $7.3 باقی میماند. در اداره راه آهن تاجیکستان کسی حاضر نشد سبب بالا بردن نرخ بارکشانی را در ولایت سوخت شرح دهد. اما یک مقام بلندپایه در وزارت نقلیات تاجیکستان که نخواست از اون نام برده شود گفت هرچند مسافه راه آهن در ولایت سوخت کوتاه است، خراجات اداره راه آهن زیاد است. در همه جا وقت تعریف ها از حساب تن کیلومتر حساب می شود، تعریف مسافه کوتاه بالاتر است گفت او. این مقام وزارت نقلیات گفت مکتوب انجمن آسیابانان را آنها دریافت کرده به ارزشان جواب مفصل الکی ارسال کردند. یک مدت نرخ بارکشانی در سوخت در مقایسه با منطقه های دیگر ارزان تر بود، حالا کمی برعکس شد و این جای برای نگرانی ندارد، خلاصه کرد این منصبدار.